ببینید دقیقاً محل سقوط این بالگردیه که متاسفانه اینجا سقوط کرده. دقیقاً این محل سقوطشه، این خود بالگرده که سقوط رئیس جمهور از راهگذر ترانزیتی شمال غرب کشور، مسیری مواصلاتی به شب هست، بارندگی در حالی که شب هست که مگر برسم سقوطشه، این خود بالگرده که سقوط کرده و الان دارین اینجا تصاویرشو میبینین. یک راه بسیار خوب امنی رو برای ترانزیت کالا، برای ارتباطی بین ایران و آذربایجان